چرا سرمایه گذاری در آپارتمان بیلدینگ بهترین سرمایه گذاری برای شماست؟ دیمند یا همون تقاضا در ملک‌های تجاری بسیار در سرمایه گذاری و رشد اونها تاثیر. شما میتونید وام‌های خیلی راحت‌تری رو در آپارتمان بیلدینگ ها بگیرید. اگر اون ملک داره ضرر میده و مخارجش بیشتر از درآمدشه، خب ما دیگه اصلا حرفی نداریم که برای اون ملک به اون ملک ورود بکنیم. امروز میخوایم به شما بگیم چرا سرمایه گذاری در آپارتمان بیلدینگ بهترین سرمایه گذاری برای شماست، زمانی که شما تازه میخواین در ملک‌های تجاری سرمایه گذاری بکنید و تجربه زیادی در اون ندارید. 4 تا دلیل داره که سرمایه گذاری در آپارتمان بیلدینگ بهتر از سرمایه گذاری در ملک‌های تجاری دیگه است اگر شما تازه شروع کردید به سرمایه گذاری در ملک‌های تجاری. اولین چیزی که هست دیمند یا همون تقاضا در ملک‌های تجاری بسیار در سرمایه گذاری و رشد اونها تاثیر داره. آپارتمان بیلدینگ ها از سالهای گذشته و همینطور آینده همیشه تقاضا براشون زیاده، چون ساخت و سازهایی که داره انجام میشه نسبت به تقاضایی که برای آپارتمان هست بسیار کمه و شما همیشه اون تقاضای آپارتمان رو دارید نسبت به ویرهاوس، نسبت به شاپینگ مال، نسبت به سلف استوریج یا نسبت به بقیه ملک‌های تجاری که شما میتونید درش سرمایه گذاری کنید. پس به دلیل تقاضای زیاد در آپارتمان بیلدینگ ما خودمون پیشنهاد میکنیم که اولین سرمایه گذاری یا حداقل در 3-4 سال اول سرمایه گذاری شما در آپارتمان بیلدینگ باشه. دلیل دومی که آپارتمان بیلدینگ بهترین سرمایه گذاری برای شماست در چند سال اول، اویلیبیلیتی خوب یا زیاد آپارتمان بیلدینگ. اگر شما یه دوری بزنید تو شهرتون با ماشین و ببینید که آیا تعداد آپارتمان ها بیشترن یا شاپینگ مال ها یا ویرهاوس ها یا ساختمان های اداری، به این نتیجه میرسید که خب آپارتمان بیلدینگ ها خیلی بیشترن و همین تعداد زیاد آپارتمان بیلدینگ ها باعث میشه که شما آپشن بیشتری رو داشته باشید نسبت به شاپینگ مال، نسبت به ساختمان‌های اداری، نسبت به ویرهاوس و همین باعث میشه که شما بتونید ملک‌های بیشتری رو بررسی کنید و آنالیز کنید، چون خودتون میدونید برای سرمایه گذاری در ملک‌های تجاری حداقل شما باید 50 60 تا 70 تا ملک رو بررسی کرده باشید که خودش 1-2 ماه زمان میبره و بعد از آنالیز کردن درست اون ملک ها میتونید به این نتیجه برسید که آیا این سرمایه گذاری خوبی هست یا نیست. پس اویلیبیلیتی یا موجود بودن این آپارتمان بیلدینگ ها و تعدادشون به شما کمک میکنه که بتونید آپارتمان یا سرمایه گذاری های بهتری رو نسبت به شاپینگ مال ها و ملک های دیگه تجاری که خیلی شاید اویلیبل نباشن بتونید پیدا بکنید. دلیل سومی که ما به شما پیشنهاد میدیم آپارتمان بیلدینگ ها رو در اوایل سرمایه گذاریتون، اون ability to understand. چرا میگیم ability to understand یا قدرت فهم یا درک بیشتر آپارتمان؟ چون معمولا ما یا قبلا تو خونه زندگی میکردیم یا هاوس بوده یا آپارتمان بوده که ما میتونیم خیلی ملموستر عدد رقم‌های آپارتمان بیلدینگ ها رو متوجه بشیم در مقایسه با ملک‌های تجاری دیگه که خیلی سخت‌تره در حقیقت درک کردنش و فرمول‌های پیچیده‌تری داره. ما به عنوان مثال در آپارتمان بیلدینگ ها خیلی راحت‌تر میتونیم درآمد اون آپارتمان رو بدونیم. مثلا فکر کنین 10 تا واحد داره، هر کدومش مستاجر داره. خب این مستاجرها ضرب در اون 10 تا آپارتمان و ضرب در 12 ماه میتونه به شما گروس اینکام رو بده. ما میتونیم خیلی راحت اکسپنس اون ملک رو درک بکنیم یا مخارج ملک رو درک بکنیم که شامل اینشورنس هست، یوتیلیتی هست، پراپرتی تکس هست، منیجمنت فی هست و حالا اسنو ریمووال میتونه باشه، لندسکیپ میتونه باشه. خب اینا چیزایی که به راحتی میتونیم درک کنیم و ملموسه و شما خیلی احتیاجی به عدد فرمول های پیچیده یا در حقیقت مسائل پیچیده‌ای که در بقیه ملک‌های تجاری هست ندارید. پس این دلیل سومیه که ما سرمایه گذاری در آپارتمان بیلدینگ ها رو در سالهای اول به شما پیشنهاد میدیم. دلیل چهارمی که ما میگیم در آپارتمان بیلدینگ ها شما باید سرمایه گذاری بکنید به دلیل اینه که شما میتونید وام های خیلی راحت تری رو در آپارتمان بیلدینگ ها بگیرید. یعنی وام هایی که در آپارتمان بیلدینگ ها به شما میدن
خیلی راحت تر از وام هایی که به شما در شاپینگ مال ها یا سلف استوریج حالا پراپرتی ها یا ورهاوس ها یا بقیه ملک های تجاری میدن. دلیلش هم اینه که شما اگر فرمول ها و قوانین ملک های تجاری رو به درستی بدونید، میتونید جدول های ملک های تجاری رو خودتون درست بکنید و به بانک ارائه بدید. اینکام یا درآمد ملک رو میتونید به درستی تهیه بکنید. قراره که این اینکام یا درآمد به کجا بعد چند سال کشیده بشه و شما چقدر قراره این درآمد رو افزایش بدید. اکسپنس یا هزینه های ملک اون ملک تجاری چقدر هست، رقم ها و اکسپنس ها چقدر کاهش پیدا بکنه و این تفاوت درآمد و خرج هایی که ملک داره قراره به کجا کشیده بشه که شما چه سرمایه گذاری و در چه مدت زمانی قراره از اون در حقیقت سرمایه گذاریتون خارج بشید و اگزیت استراتژی شما کجا هست، که این کمک میکنه که شما بتونید به راحتی وام های بهتری رو برای آپارتمان بیلدینگ ها بگیرید. ما قبل از اینکه در آپارتمان بیلدینگ ها سرمایه گذاری بکنیم باید 6 تا مرحله مختلف رو از ذهنمون بگذرونیم که این 6 مرحله بسیار مهمه در سرمایه گذاری در ملک‌های تجاری. اولیش باید ما هدف داشته باشیم برای این سرمایه گذاری، یا بهش میگن have a very good goal. ما برای اینکه هدف داشته باشیم برای سرمایه گذاری در آپارتمان بیلدینگ ها میتونیم چندین هدف رو برای خودمون در نظر بگیریم. یا میخوایم ریتایرمنت پلان داریم، میخوایم بازنشسته بشیم، یا اینکه میخوایم در حقیقت از اون کش فلو یا درآمد خوبی داشته باشیم، یا میخوایم از اون تکس بنفیت ملک یا همون در حقیقت قوانین مالیاتی اون ملک استفاده کنیم که بتونیم درآمد خودمون رو کاهش بدیم و بتونیم از اون تکس توپا یا تکس بنفیت ها استفاده بکنیم. پس ما باید هدف خودمون رو قبل از سرمایه گذاری در آپارتمان بیلدینگ ها بدونیم و کاملا بتونیم اون هدف رو به صورت درستی تو اون ملک پیاده بکنیم. آیتم دومی که در سرمایه گذاری آپارتمان بیلدینگ ها باید در نظر بگیریم لوکیشن یا ایریا یا همون منطقه‌ای هست که ما میخوایم سرمایه گذاری خودمون رو انجام بدیم. اون منطقه از بقیه آیتم های سرمایه گذاری ملکی ما مهمتره، یعنی باید بدونیم منطقه درستی رو انتخاب کنید. شما ساختمون ملک تجاری رو میتونید عوض کنید، میتونید ایمپروو بکنید، ولی منطقه ملک رو نمیتونید عوض بکنید. اگر در منطقه بدی سرمایه گذاری کردید که میبینید اونجا اکثرا کرایم داره اتفاق میفته یا جرم و جنایت خیلی توش زیاده یا اون در حقیقت آمار بر اساس آماری که شما در آوردید کار خیلی توش کمه و آدم هایی دارن زندگی میکنن که یه ذره عجیب غریب هستن، هر چقدر هم سرمایه گذاری شما سرمایه گذاری خوبی باشه رشد ملکی خیلی خوبی رو نمیگیرید، چون ایریا یا لوکیشن واقعا نقش مهمی رو در سرمایه گذاری شما بازی میکنه و همینطور که همیشه میگن لوکیشن برای ملک‌های مسکونی یا رزیدنشال خیلی مهمه، برای ملک‌های تجاری هم واقعا این موضوع خیلی مهمه که شما در منطقه درستی سرمایه گذاری کنید. شما باید با مراجعه کردن به اون کسایی که تو اون منطقه دارن آپارتمان بیلدینگ ها رو منیج میکنن و در حقیقت گرفتن اطلاعات درست از اونها یا مراجعه کردن به سیتی یا شهرداری همون منطقه که به شما آمار جرم و جنایت و اشتغال رو بده که شما بتونید یک برآورد و آنالیز درستی از اون منطقه داشته باشید که ببینید اون منطقه اصلا به درد سرمایه گذاری میخوره یا به درد سرمایه گذاری نمیخوره. آیتم سومی که شما در خرید ملک‌های آپارتمان بیلدینگتون باید توجه کنید خود بیلدینگ اون در حقیقت آپارتمان بیلدینگ هست. شما باید ببینید که آیا مشکل اساسی یا مشکل فنی زیادی اون آپارتمان نداشته باشه. شما باید برید در حقیقت افراد متخصص رو بیارید که اینسپکت کنن قسمت‌های مختلف اون بیلدینگ رو. باید روف یا سقف اونجا رو اینسپکت کنید، باید در حقیقت بالکنی‌های اون پراپرتی رو اینسپکت کنید، باید محوطه یا درایویش رو اینسپکت کنید، باید موتورخونه اونجا رو اینسپکت کنید که ببینید که مشکل اساسی نداشته باشه، درایو وال، بیسمنت. اینا همه چیزاییه که باید توسط افراد متخصص بررسی بشه و این رو نباید اصلا ساده بگیرید، چون ممکنه در خیلی از اوقات
مشکلات اساسی با مخارج زیادی به شما متحمل بشه اگر نتونید به درستی اون آپارتمان رو اینسپکت یا کارشناسی بکنید. و این میتونه آیتم سوم مهم خرید شما در ملک های آپارتمان بیلدینگ باشه. آیتم چهارمی که باید بهش خیلی دقت بکنید اینه که عدد رقم های ملک مثبت باشه، کش فلو مثبتی داشته باشه ظرف 12 ماه گذشته. اگر اون ملک داره ضرر میده و مخارجش بیشتر از درآمدشه، خب ما دیگه اصلا حرفی نداریم که برای اون ملک به اون ملک ورود بکنیم. معمولا باید این عدد رقم ها کش فلو مثبت باشه و ما اون عدد رقم ها رو مثبت ترش کنیم با کارهایی که رو ملک انجام میدیم و باید بررسی کنیم که این عدد رقم هایی که فروشنده به ما میده عدد رقم های درسته یا عدد رقم های فیکی هست که خود فروشنده در حقیقت برای درآمد و اکسپنس درست کرده که معمولا میان درآمدها رو بالاتر اعلام میکنن و اکسپنس ها رو پایینتر اعلام میکنن و ما بعد از اینکه ورود میکنیم و بررسی میکنیم و پیرول و میایم در حقیقت اون قرارداد تننت ها رو بررسی میکنیم و میایم در حقیقت اون عدد رقم هایی که برای ملک بررسی میکنیم میبینیم خیلی تفاوت داره با اون چیزی که فروشنده اعلام کرده. پس آیتم چهارمی که شما باید بررسی بکنید عدد رقم های ملک هست که به درستی دریافت بشه و عدد رقم های درستی باشه که شما بتونید اونها رو بر اساس اون عدد رقم ها آنالیز بکنید و متوجه بشید که این ملک به درد سرمایه گذاری میخوره یا نه. آیتم پنجم منیجمنت استراتژیه. شما باید بدونید که منیجمنت اونجا رو قراره یا مدیریت ملکی اونجا رو قراره خودتون انجام بدید یا کسی دیگه ای انجام بده. من خودم ریکامند میکنم که شما در 2-3 سال اول حتما منیجمنت اونجا رو توسط یک کمپانی که داره سالها در اون منطقه کار میکنه، به منطقه شناخت داره و کاملا از اکسپنس ها و اینکام ها و طریقی قرارداد بستن با تنت ها مطلع هست با اون شرکت انجام بدید که شما دچار ضرر و زیان های زیادی در سالهای اول نشید. اونها میدونن که رنت معمولا چقدره، میدونن اکسپنس های ساختمون چجوری کاهش پیدا میکنه، میدونن چجوری به درستی میتونن در حقیقت اون آپارتمان بیلدینگ ها رو منیج بکنن که کمترین مخارج رو به نسبت درآمدی که داره برای شما داشته باشه. پس در سالهای اول سعی کنید که این رو در حقیقت آوتسورس کنید، بدید به یه منیجمنت کمپانی و بعد در حقیقت در سالهای بعد خودتون میتونید کار منیجمنت ساختمون رو انجام بدید. و آیتم آخر که شاید مهمترین آیتمی باشه که برای آپارتمان بیلدینگ ها من خودم در حقیقت به شما توصیه میکنم که حتما داشته باشید در ذهنتون، اگزیت استراتژی. شما باید بدونید که زمان خروج شما و اصلا اون استراتژی خروج شما از اون پراپرتی قبل از ورود به پراپرتی باید بدونید چیه. به عنوان مثال آیا میخواین این پراپرتی رو خرید بکنید که کش فلو خوبی به شما بده که شما بتونید در حقیقت اکسپنس های خودتون رو از اون در بیارید، یا میخواین این رو سرمایه گذاری بکنید که ریفایننسش کنید و بعد بتونید اون رو با یه اینترست ریت پایین ریفایننس کنید و کش فلوتون رو بالاتر ببرید، یا میخواین اون پراپرتی رو ریفایننس کنید و ازش کشات بگیرید، بهش میگن ریفایننس کشات، یا میخواین اون پراپرتی رو فیکس کنید و به عنوان لانگ ترم اجاره بدید، یا استراتژی‌های دیگه. شما باید اگزیت استراتژیتون قبل از اینکه ورود بکنید به اون ملک کاملا مشخص باشه که بتونید سرمایه گذاری درستی داشته باشید. به عنوان مثال شما ممکنه در یک ملک تجاری بخواید سرمایه گذاری بکنید که این ملک به خاطر اینکه دیسترسه، به خاطر اینکه خیلی ملکی نیست که خوب منیج شده باشه، به خاطر اتفاقایی که تو اون ملک افتاده، شما می‌بینید نه پتانسیل این رو داره که این افزایش قیمت زیادی ازش بگیرید. درش سرمایه گذاری میکنید، بانک نمیتونید ازش وام بگیرید چون 30% واحدها خالیه، میرید از کسی که پرایوت هست یه پرایوت لون میگیرید، ولی استراتژیتون اون نیست که اون رو نگه داره. استراتژیتون اینه که 6 ماه بعد از اینکه این وام رو گرفتید شما بتونید اون ملک رو ریفایننس کنید بعد 6 ماه و اون پول پرایوت لندر رو پس بدید و بتونید با یه اینترست ریت خیلی پایینتر اون ملک رو در حقیقت ریفایننس کنید و بتونید کش فلو خودتون رو بر اون اساس بالاتر ببرید. این یه استراتژیه که ما در اکثر سرمایه گذاری هامون که ساختمون اکثرش خالیه و میشه با قیمت مناسبی اون ساختمون رو به خاطر خالی بودن تننت ها
گرفت میگیریم، پرایوت لندر اول میاریم و بعد ریفایننسش میکنیم و بعد از طریق ریفایننس کردن پول پرایوت لندر رو پس میدیم و خودمون با اینترست پایینتر وام میگیریم از بانک و بر همون اساس کش فلو ما بالاتر میره، به خاطر اینکه اینترست ریت بانک ها پایینتر هست نسبت به پرایوت لندر و میتونیم کش فلو بالاتر یا درآمد یا اینکام بالاتری از اون ملک بگیریم. ممنونم از زمانی که برای دیدن این ویدیو گذاشتید.